وقتی گوشیت زنگ میخوره و اسم شریک عاطفیت روی صفحه ظاهر میشه، اولین حسی که داری چیه؟ آرامش یا استرس؟ همین یه سوال گاهی بیشتر از 100 تا تست شخصیت درباره رابطت حرف میزنه. پس اگه میخوای بدونی رابطت با پارتنرت از نظر علمی توی کدوم دسته قرار میگیره، این ویدیو رو از دست نده. مثل همیشه آموزشمون رو با یه داستان شروع میکنیم. مهسا چند ماهه که با امیر آشنا شده. یه شب امیر ازش دعوت میکنه که برای شام به خونشون بره و با خانواده‌اش آشنا بشه. همه چیز خوب پیش میره تا اینکه موقع شام غذای مورد علاقه خانواده امیر یعنی خورشت کرفس سرو میشه. اما مهسا از بچگی از این غذا خوشش نمیاد. برای همین با احترام تشکر میکنه و غذای خیلی کمی رو میخوره. مهمونی تموم میشه و مهسا فکر میکنه همه چیز عادی بوده. اما فردای اون روز امیر با عصبانیت بهش زنگ میزنه و شروع میکنه به دعوا، توهین و سرزنش کردن. رفتار جلوی مادرم خیلی زشت بود، هر طور شده باید از اون غذا میخوردی. مامانم خیلی زحمت کشیده بود، تو باعث شدی ناراحت بشه. چقدر ادا و اطوار داری؟ و مهسا سعی میکنه توضیح بده که فقط اون غذا رو دوست نداشته و قصد بی‌احترامی نداشته. اما امیر نه توضیحش رو میشنوه نه احساسش رو درک میکنه. فقط سرزنش میکنه. من در مورد خورشت کرفس باهات حرف نمیزنم. من دارم در مورد الگوهای تربیتی، سبک دلبستگی، باورهای سنتی درباره احترام، نیاز به کنترل انسانها و الگوهای خانوادگی امیر حرف میزنم که همه اینها میتونه یک چراغ قرمز برای تو باشه. اگه این الگوها سالمتر بودن، امیر میتونست برداشت بهتری از این کار مهسا داشته باشه. و اما مهسا بعد از مدت‌ها متوجه شد کم کم قبل از اینکه چیزی بگه چند بار توی ذهنش مرور میکنه. قبل از اینکه نظری بده با خودش بارها و بارها فکر میکنه. نکنه دوباره دعوا بشه، نکنه ناراحت بشه، نکنه بازم مقصر بشم. و کم کم مهسا یاد گرفت برای جلوگیری از دعوا خودش رو سانسور کنه. از نگاه روانشناسی بهش میگن احساس امنیت هیجانی. یعنی جایی که آدم احساس میکنه برای اینکه رابطه حفظ بشه باید خیلی مراقب حرفا، احساسات و حتی سلیقه خودش باشه که توی این داستان مهسا به لحاظ عاطفی و هیجانی اصلا احساس امنیت نداشت. و البته حواست باشه همین یک اتفاق به تنهایی ثابت نمیکنه که یک رابطه ناسالمه. و اگه این الگوی رفتاری بارها و بارها تکرار بشه و هر بار یکی از طرفین به خاطر تفاوت نظر، سلیقه، احساساتش سرزنش یا تحقیر و تهدید بشه، اون وقت باید این رابطه رو جدی‌تر بررسی کرد. توی یک رابطه سالم ممکنه طرف مقابل از رفتار تو ناراحت بشه، اما به جای حمله کردن درباره احساسش حرف میزنه و برای تفاوت شما هم جا باز میکنه. حالا توی کامنت ها به هم بگو توی رابطت احساس امنیت عاطفی داری؟ میتونی بدون ترس از دعوا، تحقیر شدن یا ترک شدن نظر و سلیقه و خواستت رو بگی یا قبل از هر تصمیم بارها و بارها با خودت فکر میکنی؟ اگه دومی جوابت بود شاید وقتشه رابطت رو عمیق‌تر بررسی کنی، چون داشتن امنیت هیجانی یکی از پایه‌های اصلی رابطه سالمه. این اولین نشونه بود. توی قسمت بعدی میریم سراغ یکی دیگه از نشونه‌های مهم رابطه ناسالم که خیلی ها اصلا متوجهش نیستن. پس حتما زنگوله رو فعال کن که به محض آپلود متوجه بشیم. اینجا رادیو روانه و من کمکت میکنم رابطه سالمتری با خودت و دنیای اطرافت داشته باشی. اگر درگیر رابطه عاطفی هستی، دیدن این ویدیوها رو بهت پیشنهاد میکنم.